که زندگی دست خانواده مونه، چرا که بخارو هایی میبرن که اگه اتفاقی پیش اومد ما بچه ها ازشون درس میگیریم. در واقع ما بچه ها از اتفاقات تقلید میکنیم و این تقلیدها هستن که شخصیت ما رو میسازن. اتفاقات میآیند، درسشون میدن و میرن. هیچ کس نمیتواند به عقب برگرده و شروع تازه‌ای رو داشته باشه، اما هر کسی تواند از الان شروع کنه و یک پایان شادی را بسازه. مرسی که ویدیو منو دیدی. لطفاً با لایک